کدومش گشت گفتم نمیدونم ای با مانگیش خاندید ای به مانگیش خاندید. امروز از KFC وعده تصمیم گرفتیم که یک تاگی تویستر چیز و یک تاگی شیف برگر بگیریم و با برگزارا تقسیم کنیم با شرطی که یگام افندی بگن که باید ما بخندم. اگر که نخندید صاحب بیرش داشته نمیتونن. یعنی؟ رفتیم اکا جان بازی ما همیه که یک افندی باید نقل کنین نمی دختره که رو بخنده. اگر که خندید شما صاحب یک تا تویستر چیز و شیف برگر میشین. تیارین راضیین؟ رضایم میریم افندتون نقل کنیم. افندی را ملیسا فرود میکنه. ملیسا میگه که شما دو زن دارین. میگه که نه من دو زن ندارم یک زن دارم. با میگه که شما را کی گفته میگه. ملیسا میگه که میگه که زنت گو. با میگه کدومش گشت گفته بگم نیست که باشید شما گفت نیست خب پنات بخدا زنده و سلامت باشین. علاقه شرطای بازی را میدونی نه؟ کدومی نقل نکنین افندی خودت بیا کراچی افندی شما مستوم از خونه‌اش میاد. در خونه‌اش یک گوسفند داشته که خونه جوراش میگیرم میرم در خونه جوراش میکشم میخرم. و سحری شور میشه و خونه‌اش میگه که میبینه که از گوسفند جوشه. با میگه که سین زنش میگه که گوسفند اینجا پیدا شد. میگه گوسفند است مون سرک جو بردی شو. مجبوری خندی یا که تحت نه سریوس نه. آشا باید افندی بگی اگر کم دختره خندید صاحبی یک تا تویستر چیز و شیف برگر میشی. راضی؟ راضی من. افندی دا جوراش همه پرسم میگه که دا کجا تال شگی با جورا افندی میگه دا بانسا با افندی میگردم میگه که کسال بودی چی نشی چطور ما خندیدم برای نما امید نشوید احمد برای اشتراک چی نمیخندی؟ خند آخه یگام خندواری نمی. علاقه شرطی بازی را میدونین خواجان کدومیت میگن افندی را خودت نگوی افندی ای طوری خرمای غلطت طرفی خیر نگاه میکنم مگه من فرماندنی بدون نمیدونم ای با مانگیش خاندید ای به مانگیش خاندید چطور خاندید ما آشا اگر این بازی ما شما را معقول شدگی باشه لایک و کامنت را فراموش نکنین خیر